اعضای نهاد تحت نام مشارکت سیاسی زنان تصمیم گرفتند که با اهدای خون به نیروهای نظامی افغانستان روحیه بدهند. اعضای این نهاد روز دوشنبه در شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان کمپاین اهدای خون را آغاز کردند. آنان گفتند که این روند را به سایر ولایات افغانستان گسترش خواهند داد. دکتر عالمه مسئول نهاد مشارکت سیاسی زنان گفت هدف اصلی این کمپاین ابراز حمایت از نیروهای امنیتی افغان است. طبعا وقتی که سربازان و تمام نیروهای امنیتی در مجموع میبینند که هموطنانشان و شهروندان کشور در پهلویشان نشستند، اونا به حرکت ها و به رزم و مبارزه خود ادامه میتن و یک عمل ملی است و این عمل و پشتیبانی همه مردم افغانستان به خود خواهد داشت و ما از تمام مردم تقاضا میکنیم که لطفاً با ایدای خون خود حیات این نیروهای امنیتی را بخرند. دکتر زیارتگل ساپی معاون بانک خون شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان بر رسانه ها گفت تاکنون از این کمپاین 10,000 سیسی خون به بانک خون انتقال داده شده است. این کمپاین در حال آغاز شده است که درگیری های مسلحانه میان مخالفین با نیروهای افغان در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. از سوی هم برخی متخصصین صحی میگویند اهدای خون به فرد سالم هیچ نوع ضرر نمیرساند بلکه باعث نجات زندگی یک فرد نیازمند می شود. در این حال اشتراک کنندگان کمپاین از مردم خواستند که در پروسه اهدای خون به نظامیان افغان سهیم شوند. گلمکای سیاوش و نثار احمد بهاوی تکواندوکار افغان در این مورد گفتند مدافعین وطن قابل قدر هستند. امروز مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواستند که خانم‌ها با آقایان اقتدار جمع شویم و یک مقدار خون اهدا کنیم تا جان سربازای عزیز بخریم. واقعا جانشان بر ما عزیز است. ما آمدیم خون میتیم و زیاد دوست آمدن همگی به خاطر اردوی ملی ما، به خاطر شهدای ما که در حمله های انتحاری از جانای شیرین خودان از دست میتن آمدیم به خاطر از اونا خون بتیم و تقاضا میکنم از تمام مردم افغانستان که تا حد میتونن به خاطر تشکری از اردوی ملی و نظامیای عزیز ما خون بتن و باشد یک فرهنگ بسیار خوب همکاری بین دو طرف. این بار نخست نیست که شمار از نهادهای جامعه مدنی با اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان حمایتشان را از آنان اعلان می کنند، بلکه در گذشته نیز چنین کمپاین ها را اندازی شده است. نگرانی های هم وجود دارد که خونهای به دست آمده از طریق این کمپاین ها به افراد نیازمند نمی رسد. همچنان گفته می شود که به دلیل نرسیدن به موقع خون به زخمی های نیروهای امنیتی افغان بعضا تلفات این نیروها افزایش می یابد.